شاخ گل، برنامه شماره 26. امروز از اشعار صاحب تبریزی خواهید شنید. محمد علی صاحب، معروف به میرزا کوچک، از شعرای به نام قرن 11 و دوران صفویه است. پدرانش تبریزی بودند ولی خودش در اصفهان به دنیا آمده. به غیر دل که عزیز و نگاه داشتنی است، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنی است.
دوستان دغل روز حاجت است. معیار دوستان دغل روز حاجت است. قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب. درون خانه خود هر گدا شهنشاهی است. درون خانه خود هر گدا شهنشاهی است. قدم برون منه از حد خویش و سلطان باش. آنکه کتبخانه جهان از توست، چه سود آنکه کتبخانه جهان از توست، نه علم، هرچه عمل می کنی همان از توست.
پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 26 که با همکاری خانم آذر در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ محلی از برنامه گلهای صحرایی، شعر از آقای بیژن ترقی، نی از آقای کسایی، گوینده روشنک.